شروع اولین کاری که میکنیم یه زمینه برای خودمون حاضر میکنیم. این کوکی که میخوایم درست کنیم، در واقع با فوندانت قراره این کوکی رو درست کنیم، حالا یا قراره روی یه کوکی دیگه بچسبونیدش، یا قراره روی کیک بچسبونید، یا روی کاپ کیک. به هر حال به یه زمینه‌ای نیاز داره. من از یه زمینه سفید استفاده میکنم و چون قراره نگه دارم اینو، یعنی روی کیک و اینا نگه نمیخوام بچسبونمش، یه تخته حمله کیک برمیدارم و این زمینه‌مو روی اون باز میکنم. حالا با استفاده از یه ابزار روش خط چوب میندازم، یعنی طرح چوب. حالا یه تیکه خمیر قهوه‌ای برمی‌داریم و با وردنه بازش می‌کنیم. برای اینکه به یه چنگ قهوه‌ای خوش رنگی برسیم، من فوندانت قهوه‌ای رو با فوندانت سفید ترکیب کردم. یه مقدار که رنگش روشن شد، بعد بهش رنگ زرد اضافه کردم. حالا الگویی که براتون توی دیسکریپشن گذاشتم رو پرینت بگیرید، روی این قرار بدید و ببرید. حتی اگه نخواستید با الگو کار کنید و کاترش هم داشته باشید، اوکی، میتونید استفاده کنید.
با دستم تمام گوشه هاشو صاف میکنم، یعنی نرم بشه، اصلا حالت تیزی نداشته باشه، حالت ریش ریش نداشته باشه، حسابی مرتبش میکنم. بعد از اینکه همه جاشو حسابی مرتب کردم، با استفاده از یه مسواک شروع کنم روش طرح میندازم. حتما مسواکی که استفاده میکنید زبر باشه، یعنی از این مسواکای سافت نباشه، چون خیلی نمیتونه روش تکسچر ایجاد کنه. و اینکه شروع کنید به صورت نامرتب بهش ضربه بزنید که یه الگوی خاصی نداشته باشه، حتما باید نامرتب باشه. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، با استفاده از یه خلال بعضی جاهاشو سوراخ‌های بزرگتر ایجاد کنید به صورت نامرتب باز. حالا با استفاده از یه رنگ پودری قهوه‌ای لبه هاش رو خیلی کم سایه میزنم. حالا میخوام زیر پاش یه تیکه حالت برف درست کنم. فوندانت سفید بردارید، گردش کنید و از دو طرف تیزش کنید. برای لبه دست و پاهاش و سرش یه تیکه فوندانت سفید رو برمیدارید و به این شکل فرم نوار خیلی باریک باش ایجاد میکنید. هرچی ظریف‌تر باشه خوشگل‌تر میشه و بعد این شکلی به شکل موج درش میارید.
برای درست کردن این برگای سوزنی اول یه تیکه خمیر سبز بردارید و به شکل یه اشک کشیده درش بیارید. بعد به این شکل قرارش بدید این گوشه. حالا شما نیاز دارید که یک عالمه از این برگای سوزنی درست کنید. یک مقدار کار سخت و زمانبریه ولی در کل نتیجهش خیلی خوشگل میشه. خیلی تون یه تیکه خمیر رو برمیدارم، تیز میکنم، پایینش رو کات میزنم، دوباره ادامهش رو تیز میکنم و کات میزنم. اگرم براتون سخت بود میتونید کلاً به یه روش دیگه انجامش بدید. هر مدلی که دوست دارید میتونید برگ درست کنید. و بعد از اینکه حالا یه تعداد خیلی زیادی از اینا درست کردیم شروع میکنیم به چسبوندن. اول یه کوچولو اینجا رو مرطوب میکنم و به این شکل دونه دونه میچسبونم. برای درست کردن این میوه های کاج نیاز داریم اول یه تیکه فوندانت قهوه‌ای رو به شکل اشک در بیاریم و بعد مسطحش کنیم. بعد شروع میکنیم یه عالمه دایره های کوچولو کوچولو درست میکنیم. بعد این رو به شکل بیضی درش میاریم و بعد با استفاده از یه سنبه به این شکل گودش میکنم. حالا یه عالمه از این در واقع برگاش داریم، شروع میکنیم به چسبوندن.